سلام خوش اومدیم به ولاگ آشپزی. پس چند روز اومدم بهتون یه سیب زمینی سرخ کرده با روش جدید بگم که خیلی ترد و خوشمزه است. اول سیب زمینی‌ها رو بشورید، بعدش سیب زمینی‌ها رو به این روشی که می‌بینید خرد کنید. البته با هر روشی هم خرد کنید فرقی نداره. بعد از اینکه سیب زمینی‌ها رو خرد کردید، سیب زمینی‌ها رو بریزید توی یک ظرف. حالا فرق نداره ظرفی که بشه توی مایکروفر گذاشت. بعد بذارید روی مایکروفر یا 10 دقیقه یا روی دکمه پتیتو که من دیدم خیلی طول میکشه و مامانم گفت به روش قدیمی برو و توی آبجوش گذاشتم. بعد از اینکه آب پس شدن سیب زمینی‌ها رو توی برگردونید به ظرفشون و لهشون کنید و جوری که بافت یک دست بگیرن. بعدش از توی صافی برای اینکه اون تیکه‌های بزرگش رفت بشه دوبار رد کنید که اینجوری بشه بافتش. بعدش فلفل و نمک و آرد یا نشاسته ذرت فرق نداره، دوتاش میشه، اضافه کنید و بذارید روی حالا یه تخته یا سینه ورزش بدید. بعد از اینکه ورزش دارید بذارید توی کیسه بکوبیدش و بعدش برای 10 دقیقه به مدت 10 دقیقه بذارینش توی فریزر. و بعد از اینکه گذاشتید توی فریزر درش بیارید و حالا هر تحریکش خودتون میخواین بدین، من اینجوری کردم و بذارید بریزید توی روغن داغ و من حالا دایره‌ای هم کردم برای اینکه خوشگل‌تر بشه و اینجا پشت صحنه هست که هر کاری می‌کردم سس نمیریخت، به خاطر همین از سس پاکتی استفاده کردم. حالا بریم که صداشو بشنویم.